عرض تسلیت داریم. میگیم یا ابن الحسن آجرک الله فی مصیبت عمتک فاطمه المعصومه. به آقا موسی بن جعفر عرض تسلیت داشته باشیم. مسیب میگه روزهای آخر عمر امام موسی بن جعفر بود. یه وقت دیدم آقا بگرد به من صدا زد مسیب دلم برا رضام تنگ شده. مسیب دلم برا معصومم تنگ شده. ای بمیرم چقدر عزیز بود این دختر برا بابا. وقتی مردم شهر ری با نامه‌هایی که این جواب داد به موسی بن جعفر نشان دادن، تک تک این نامه‌ها رو سرآخر گفت خداها ابوها بابا به خدای چنین دختری بره. یا ابن الحسن دو تا عمه دارید، یا عمه جانت زینب، یا عمه جانت فاطمه معصومه. اما پایان این دو عمه خیلی متفاوته. زندگی این دو عمه خیلی متفاوته. اما زینب وقتی وارد شهر شام شد، به جای اینکه بیان به دختر علی احترامی دارن، مردم شام از پشت بام به دختر علی سنگ زدن. فاطمه جان قسم به عزت تو، ای به مقدم تو درود، که جای عمه سادات در خرابه نبود. الله اکبر. میگه وقتی شطوری که بی سوار بود به شهر قم اومد، مردم قم با هم دعوا داشتن دختر موسی بن جعفر خانه یکی باشه. اما بمیرم دختر علی زینب جاشو تو خرابه شام گذاشتن. یا الله فاطمه معصومه به سوی عمه تو شامیان شروع کردن. به جای گل بگم نالت بوشن باشه، به جای اینکه گل برای حضرت زینب بیارن، به جای گل سر نه